هلو، چطورین بچه ها؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به موضوع دومی که قراره توی دوره مکالمه با هم دیگه کار بکنیم. من عاشق این موضوعم به خاطر اینکه بچه ها وقتی به این موضوع میرسن انگار راه میافتن، یعنی انگار دیگه دستشون تو صحبت کردن حسابی باز میشه، راحت میتونن حرف بزنن، کلی جمله‌های خوب میتونن بسازن. بنابراین I'm really super excited about this part. میخوایم در مورد روتینمون بچه ها یاد بگیریم، صحبت بکنیم و به نظر من یه بخش خیلی مهمی از یعنی یادگیری زبانی، یعنی قشنگ یه مایلستونی که بهش میتونین برسین همینه. به خاطر اینکه وقتی به روتین میرسین شما سیمپل پرزنت رو یاد میگیرین و سیمپل پرزنت خیلی کاربردهای مختلفی داره. بنابراین امیدوارم که شما هم به اندازه من ذوق داشته باشین که بتونیم با هم دیگه یاد بگیریم، در مورد روتینمون صحبت بکنیم و با روتین هایی که توی شاید کتاب ها میبینید خیلی فرق کنه، چون من سعی کردم که یه چاشنی دنیای امروزی و زندگی امروزی رو قاطیش بکنم. یعنی در مورد واقعا اکتیویتی هایی که این روزا انجام میدیم، مثل چرخیدن تو اینستاگرام و مثلا نمیدونم دیدن یه قسمت یه سریال پشت سر هم رو آوردم توی دل در واقع این روتینی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. پس دیگه معطلتون نمی‌کنم. Let's get going.